السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، امروز میخواهیم در مورد چیز صحبت بکنیم که در خانواده های ما مشکلات را ایجاد میکند، پیدا میکند و همین است که هیچ وقت ما در خانواده خود آرامی و آرامش نداریم. یک خانم با شوهر خود جور نمیاد، شوهر با خانم خود جور نمیاد، همینطور مشکلات ها در زندگی است و این را میگن خشونت خانوادگی. و این خشونت خانوادگی از چی پیدا میشود؟ سه نقطه را به شما اشاره میکنم. اگر این سه نقطه را سریع ما شما توجه بکنیم، انشالله هیچ وقت در خانواده های ما مشکلات به وجود نمیاد. سریع نقطه بسیار توجه باید بکنیم. اولین نقطه اش این است که مقایسه کردن است. مقایسه کردن، مثلا خانم شوهر خود را با برادر خود مقایسه میکنه، با بچه خاله خود مقایسه میکنه، با بچه عمه خود مقایسه میکنه. میگن مثلا برادر مثلا کوی تک زندگی داره، با خانم خود این میاره، طلا میاره، خوردنی میاره، بسیار زندگی آرام داره مثلا. یا بچه خاله خود را همین رقم بعضو چی میکنه که یعنی بچه خالی مثلا که بسیار زندگی آرام داره، خارجی است، بس خانم خود طلا میاره، این زندگی آرام داره، خانه رسه که در اوج خانه خریده، در اینجا خانه خریده، تو نداری. این همین مقایسه است که خانم شوهر خود با دیگه کس مقایسه میکنه. و همچنان شوهر خانم خود با دیگه کسی، با خانم برادر خود مقایسه میکنه، با خواهر خود مقایسه میکنه، ببین چطور با نزاکت است، ببین چطور نظافت خود را مراعات میکنه، ببین چطور یک زندگی خود به خود آرام ساخته و خلاصه در هر موردی با دیگر کسی او را مقایسه میکنه. و همین است که باعث از این میشه که در بین خانم و شوهر محبت دور میشه، اصلا در زندگی خود آرامش و آرامی نداره. پس بیاین که از مقایسه کردن دور باشیم. همین که اگر مقایسه نکنیم، در زندگی خود محبت داشته باشیم، ان شاء الله که همیشه در زندگی خود آرامش داریم. و اگر مقایسه بکنیم شوهر خود را با دیگر کس، خانم خود را با دیگر کس، همین است که زندگی ما را در زندگی ما اصلا آرامش نیست. دوم نقطه ای است که ناشکری. همین که شوهر در هر حالتی است، اگر کراچی داره با کراچی شکر بکش، اگر موتر داره موتروان است با موتروانی شکر بکش، اگر در خانه بسیار خرد و به اندازه‌ای که شوهرتون زندگی میکنه به همین شکر بکش. به هر حالتی که داره شکر گزاری بکنید. لا این شکرتم لازیدنکم. اگر شکر نعمت های الله متعال کردید، الله متعال برای زیاد میکنه. و همینطور شوهرم باید برای از خانم خود باید شکرگزار باشه. همینطور هر حالتی که از خانمش داره باید دمی شکر بکشه و الله متعال شکر بکشه تا این باشه که در بینشان محبت و آرامش خانوادگی بسیار زیاد شود. سوم نقطه ای است مداخله دیگران. و اینکه یک دختر مثلا عروسی میکنه، میره در خانه پدر خود با خانم برادر خود دگوش میزنه، مثلا سه کوش بس خونه زندگی تاسی که به خانواده خود نمیرسی، به مثلا سه کوخ. یعنی خلاصه شیطانی کرده مشکلات در خانواده پیدا میکند. حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میفرمایند لا يدخل الجنه نمام، یعنی سخنچین هیچ وقت در جنت داخل نمیشه. پس کوشش بکنیم که از همین وقتی که در خانهتون شیطانی میکنه یا هر میخواد که در زندگی تو مشکلات را ایجاد بکنه، وقتی یک مشوره میده بگو زنده باشه، من خودم میفهم به زندگی خود. هیچ وقت رانتی که بیاد در زندگی تو مداخله بکنه، نه تو به زندگی دیگران مداخلت کنی، دیگران رو در زندگی تو دخالت بکنه. همین سه نقطه را ما و شما سرازی بسیار توجه بکنیم، ان شاء الله همیشه وقت مشکلات در زندگی ما شما نمیآید. اولین این بود که گفتیم که مقایسه کردن، که هیچ وقت خانم شوهر خود را با دیگر کس مقایسه نکنه و شوهرم خانم خود را با دیگر کس مقایسه نکنه. دوم ناشکری، که هیچ وقت ناسپاسی و ناشکری نکنه، در هر حالت خود با شکرگزار باشه تا الله متعال پیشرفت و ترقی را در زندگی اینا بیشتر بکنه. سوم مداخله کردن دیگران. هیچ کس را نمانید که در زندگی شما دخالت کنه و شما هم در زندگی دیگران دخالت نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.